سنن در حدیث دیگه میگه که انها لسنن، اینمی میگه روشاست، لترکبن سنن من کان قبلکم سنتا سنتا، گفت شما به روش قدیمی ها میرین، یعنی اهل کتاب، اما تو اساسا روش های از اونها را شما چی میگن؟ به اون مرض های که اونها مبتلا شدن شما هم مبتلا میشین. چرا؟ به خاطر از اینکه هر قدر عصر پیغمبر دور شده میره، به اون اندازه مردم از قرآن و سنت چی میشن؟ دور میشن. در بسیاری مجلس ها جنجال میکنی، یک نفر گپ میزنه، یک کنیزک تو بود، یک پاچا تو بود، یک رئیس تو بود، یک حدیث نمیخوانه، یک آیت قرآن نمیخوانه. او جناب عالی، ما دین خود از کنیزک بگیریم، دین خود از پاچا بگیریم، دین خود از فلانی قصه بگیریم، یا دین از قرآن بگیریم و از سنت بگیریم؟ از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که شما هم مثل که یهود و نصارا دین توحید ترک کردن، شما هم به مرضهای از اون مبتلا میشین. علت چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته، به خاطر که در عصر قدیم مردم احترام به قرآن عظیم الشان داشتن. بزرگترین شخصیت های اسلام رو بخواین ببینید که چقدر به قرآن احترام داره، چقدر به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داره. و حتی اساس فکر خود، اندیشه خود وقتی که تعیین میکنه، مثلا ما مذهب حنفی رو خواندیم، فقه حنفی رو خواندیم، عقیده احناف خواندیم، خوب دقیق دی داخل شدیم. خلاصه کل گپایی که من از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یاد گرفتم امی بود که او در یک مسئله اجتهاد میکرد، باز میگفت که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. تو که پیرو من هستی و او تابعی هست و شخصیت عالی هست، او میگه اگر تو، من اینجا اجتهاد کردم لکن فکرت باشه که تو که پیرو واقعی من هستی، باید از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دور نشی. اگر حدیث صحیح یافتی اونم مذهب است، ولو که من اجتهاد کرده باشم، ولو که علمای احناف اجتهاد کرده باشن، لکن قاعده بزرگش اینمی است که ولو که اونا، مثلا ما اینمی آمدیم در یک مشکل مسئله را پیدا کردیم، حدیث نیافتیم، آیت نیافتیم، خب امکانات نیست. یک صحابی در یک ولایت رفته، دیگه صحابی در دیگه ولایت رفته، یک صحابی در سابق مملکت ها ولایت ها بود. این حاله مثلا یک حدیث پیش یک صحابی هست و در این منطقه ما نیست. علما شیشتن گفتن والا اینه این موضوع را چطور کنیم؟ اجتهاد کردن، نشته کردن که اینی قسم شوه. لکن امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله چی گفت؟ گفت اذا صح الحدیث، اگر حدیث صحیح یافتی فهو مذهبی. این اجتهاد مکسی خود اجتهاد است، این اجتهاد شاگردای من اجتهاد است، لکن اگر سرزم اجتهاد حدیث صحیح یافتی، تو باید چی رو بگیری؟ حدیث رسول الله را بگیری. چرا که رتبه رسول الله صلی الله علیه و آله از کلی کده بلندتر است از قول ما و قول احمد و قول امام احمد انبل و از قول امام شافعی و از قول امام ابو حنیفه و از قول کلی کرده، صحابه کرده و تابعین کرده، قول کلش کرده. قول کی؟ حدیث سید رسول الله رتبه چی است؟ بلند است. چرا؟ به خاطر که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحش وحی است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس قرآن وحی است، حدیث صحیح وحی است، اما سخنهای دیگه که وحی نیست یا اجتهاد است. رتبه وحی از اجتهاد که چی است؟ بلندتر است. ببین چقدر اخلاص داشتن، چقدر ایمان داشتن. دعا کنیم بگوی پروردگار بر ما اخلاص مثل اخلاص امام ابو حنیفه نصیب کن، اخلاص مثل اخلاص امام مالک نصیب کن، اخلاص مثل اخلاص امام شافعی نصیب بکن، اخلاص مثل اخلاص صحابه و تابعین و تابع تابعین نصیب بکن. نه این قسم مثل که ما که اونا را سلف صالح میگفتن. و کی بودن؟ سلف صالح بودن. این دیگرها چی است؟ ما خلف هستیم. یکی سلف است، یکی چی است؟ خلف است. سلف گذشتگان، خلف آیندگان. این حاله اونا سلف صالح بودن، اونا به قرآن بسیار احترام داشتن، اونا به حدیث رسول الله بسیار احترام داشتن. عمر رضی الله تعالی عنه اجتهاد میکرد، مجتهد بود قبل از مجتهدین. ابوبکر صدیق مجتهد بود، عمر رضی الله تعالی عنه مجتهد بود. اما یک نفر میامد برش میگفت که عمر اجتهاد کرد در مسئله مهر زنا.
مردم گفتن مهرها بسیار بلند شده، خانم ها مهر خود زیاد تعیین میکنن، بسیاری مردا نکاح کردن نمیتونن. عمر رضی الله تعالی عنه برشان گفت که مهر دانه چطور کنین، کم کنین، چطور کنین؟ یک زن خیس برساد. عمر تو یقه نداری، تو یقه نداری. چرا؟ گفت به خاطر که آیت قرآن میگه که اگر یک قنطار ذهب، یک کوت طلا هم کس برای خانم خود مهر بده، کس حق نداره که او را چیز کنه. تو چطور این حق برات میگیری؟ عمر رضی الله عنه گفت اوه اصابت المرأة و اخطا عمر. این زن درست گفت من غلط کردم. الله اخلاص عمر را نصیب ما بکنه که وقتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنویم بگیم اصاب رسول الله صلی الله علیه و سلم انا اخطأت. سیز گپ پیغمبر، گپ من غلط است. سیز قول پیغمبر در سرم گرفتم، او سپردن قول مرد. از این خاطر هر چهار علمای مذهب، هر چهارشان به اساس اخلاص خود همین درس بر ما دادن. باور بکنید ما یک استاد داشتیم بسیار فقیه، عالم، با تقوا بود. گفت بچه‌ام نصیحت از هر چهار مذهب ما براتون میگم گوش بگیر. نصیحت هر چهار مذهب بفرمایید. امروز ما براتون من حیث استادتان براتون نصیحت میکنم. ما برای شما نصیحت میکنم که نصیحت هر چهار علمای مذهب چی است؟ اونا میگفتن که وقتی که حدیث صحیح یافتی سخنای مرا در دیوار بزن. چی بود نصیحتشون؟ حدیث صحیح، حدیث صحیح ثابت یافتی سخنای مرا چی کن؟ در دیوار بزن. چرا این گپا میگفتن همین چهار عالم بزرگوار؟ باور بکنید چهار عالم به اندازه علمیت داشتن که اگر استاد دایی 50 سال دیگه هم درس بخونه به اندازه علم از اون نمیرسه. آنقدر قرآن میفهمیدن، آنقدر حدیث میفهمیدن، آنقدر فقه میفهمیدن که اگر من 50 سال دیگه بخونم به خاک پای از اون نمیرسم. لکن و با اونم قدر علم خود، اونم قدر اخلاص داشتن که میگفت که اگر حدیث صحیح یافتی هر چهار علمای مذهب قول ما رو چی کن؟ در دیوار بزن. یعنی پشت گپ من نگرد که او فلانی اتو گفته، فلانی اتو گفته. بگو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اساس است، اصل است، وحی است. چرا که رسول الله صلی الله علیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. وحی است. که حدیث پیغمبر تکرار کردن که وحی الهی است، که کلام الله است. تو ما در مقابل از او گپ بزنیم. والا من نمیتونم. والا ما که منزلت و مقام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمم. 30 سال است که ما در این باره تحقیق کردیم و درس میخوانیم. در این 30 سال ما اینم یک ادب یاد گرفتیم که او ادب است با قرآن و ادب است با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من جرأت کردن نمیتونم که یک نفر یک سنت، یک حدیث برای من سند بگویم و ما بگویم که من این تو نظر دارم، من نظر ندارم. والا من تسلیم است. از همین خاطر بسیاری وقتا یگان تو سر من خنده میکنن. فکرتان باشه میگه استاد دایی در مقابل هر کس چپ میشه. من در مقابل هر کس چپ نمیشم. من در مقابل آیت قرآن و حدیث رسول الله گپ زدن نمیتونم. اگر یک بچه که 10 ساله برای من بگوید که اینی حدیث رسول الله هست، من تسلیم شدم. یک روز بچه که من رفع الیدین میکرد، گفتم بیایی رفته رفع الیدین یاد گرفت. او بچه چی میکنی؟ من رفع الیدین میکنم. من به خاطر اینکه بعضی مردم هست گفتم میری کدام کس لط نکنه، کدام کس چیز نگویه. من گفتم بچه تو میری بعضی کساس مردم ها یک ذره تعصب دارن. گفت پدر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. من حدیث خواندم که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع الیدین کرده. چی میگی؟ ما چیز نمیگم. السمع و الطاعة لله و لرسول. ما تسلیم شدم. بند افتادی؟ بله بند افتادم. من برای دو بچه بند نفتادم. من برای بچه که 10 سالیم، 12 سالیم یا 13 سالیم بند نفتادم. من به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم بند نفتادم. اگر کس حدیث پیغمبر بگوید من در مقابلش گپ زدن نمیتونم. ولو که مرا بگه که استاد دایی تنبل است، جاهل است، بیعقل است. بله در مقابل قرآن و سنت جاهل است.
در مقابل قرآن و سنت من دلیل ندارم. در مقابل قرآن و سنت من تسلیم است. یکی کس میگه یا نمیگه به خاطر ازی که در مقابل قرآن و سنت ولی متاسفانه در افغانستان مردم زیاد جرأت دارن. ایوازی که تسلیم قرآن و سنت شوه میگی سنت نکنین، فتنه را ایجاد میکنه. فتنه را تو ایجاد میکنی که تو مخالفت با قرآن و سنت میکنی. بگذار مردم سنت تطبیق بکنه، بگذار کل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق شوه. کدام کس را گفته که مخالفت با قرآن و مخالفت با سنت؟ وقتی که الله تو را توفیق نداره بگذار که یک کسی که توفیق داده مو بکنه عمل بکنه. چرا در مقابلش استاد میشی؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در کجا نازل شدی؟ وقتی که نصرانی ها علمای خودن و متصوفین خودن خدای خود ساختن من دون الله. چه قسم ساختن؟ الله یک چیز میگفت و رسولش یک چیز میگفت و این عالم و این متصوف دیگه چیز میگفت. این گپ الله و رسولش رد میکرد، میگفت این عالم این گپ گفته و بیدین شدن. لعنت خدا سرشان نازل شد. اگه کار ما بکنیم چی میشه؟ الله من نمیتونم. این توصیه میز برادرای عزیز، اگر نتونستی سنت عملی بکنی زید سنت رسول الله صلی الله علیه و استاد نش، تسلیمش. چه صحابه کرام تسلیم بودن، ما تسلیم است. والله ما جرأت ندارم. والله اگه تو که 10 ساله که برام حدیث صحیح رسول الله را بگه ما میگیم السمع و طاعت لله و لرسول. ما جرأت نداریم، یعنی نمیتونیم بگوییم به خاطر از اینکه اگر در مقابل آیت قرآن و در مقابل حدیث رسول الله صلی الله علیه و جواب دادن از این سخت است. از گناه خود الله رحمان و رحیم است. گناهکار هستیم، نمیگیم گناه نکردیم. از گناه خود میتونیم با الله عذر پیش بکنیم، اما از مخالفت با قرآن و سنت عذر نیست. اگر کس بگه وهابیستی، با تطبیق قرآن و سنت قبول داریم وهابیستیم. اگر بگه کافر هستی، اگر با تطبیق قرآن و سنت کافر میشیم، تطبیق قرآن و سنت قبول داریم. هر چی که میگه. اگر بگه تروریست هستین میگیم صحیح است. اگر بگه افراطی هستین، با تطبیق قرآن و سنت هر اصطلاحی که بر ما بگه او را قبول داریم، اما مخالفت قرآن و سنت قبول نداریم و نمیتونیم در مقابل از استاد شیم. یعنی جرأت ما را اینمی 30 سال درس از پیش ما گرفت. نتیجه درس 30 سال ما اینمی است. اینمی جرأت از پیش ما گرفته. ما در مقابل قرآن و سنت با هیچ کس دلیل گفته نمیتونیم. ولو که یک طفل 10 سالم بگه برش ما تسلیم هستیم. در قرآن و سنت ما چیز نمیگیم. مانع تطبیق سنت کس را نمیشه.